أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. آخرین کاری را که انسان در ایام حج انجام می‌دهد طواف وداع هست. طواف وداع پایان بخش اعمالی هست که انسان حاجی در سفر حج باید انجام بدهد. طواف وداع یعنی طواف خداحافظی و آخرین طوافی که انسان حاجی انجام می‌دهد. این طواف ویژه کسانی هست که از خارج از شهر مکه آمدند. برای اهل مکه که ساکن مکه هستند خداحافظی و وداع معنی ندارد. آنها اهل حرم هستند و اهل مکه هستند. وداع و خداحافظی یا طواف وداع مال کسانی هست که از جاهای دور و دراز و خارج از شهر مکه هستند. همون گونه که قبلا عرض کردم طواف وداع واجب هست، یعنی این که آخرین کاری که حاجی در مکه انجام می‌دهد باید طواف خانه کعبه باشد که این طواف به عنوان طواف خداحافظی با خانه کعبه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده ایشان فرمودند لا ینفر احدکم حتی یکون آخر عهده بالبیت، کسی از مکه خارج نشود مگر این که آخرین کارش در مکه طواف خانه کعبه باشد. منتها این حکم برای کسانی هست که برایشون ممکن باشد و اگر افرادی از نظر شرعی معذور باشند، مانند زنانی که در حالت عادت ماهیانه یا دوران بعد از زایمان باشند، مثلا زنانی که در حالت عادت ماهیانه و دوران پس از زایمان هستند، این طواف وداع برای آنها واجب نیست و آنها می توانند بدون طواف وداع از مکه خارج بشوند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید که امر الناس ان یکون آخر عهدهم بالبیت، به مردم دستور داده شده، امر شدند مردم که آخرین کاری را که در مکه انجام می دهند طواف خانه کعبه باشد. این روایت صحیح است، در صحیح بخاری و مسلم هست و گویای این هست که طواف خانه کعبه بدون طواف وداع یکی از واجبات هست، زیرا که در اینجا تعبیر شده که امر الناس، به مردم دستور داده شده و امر و دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم به معنی وجوب این امر هست. منتها همان گونه که قبلا عرض کردم برای زنانی که در حالت عادت ماهیانه هستند طواف وداع لازم نیست و دلیلش هم این است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ایشان به حج آمده بودند، صفیه دچار عادت ماهیانه شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند احابستنا هی، آیا ما دیگه باید صبر بکنیم برای صفیه، باید بمونیم تا چند روز دیگر صبر بکنیم که صفیه بتواند برود طواف بکند؟ به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که یا رسول الله،
انها قد افاضت، صفیه طواف افاضه رو انجام داده، طواف حج رو انجام داده، فقط طواف وداع مانده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فنفری اذن، اگر واقعا طواف افاضه رو و طواف حج رو انجام داده، فنفری اذن، می توانیم که حرکت بکنیم، پس حرکت بکن، مسافرت بکن. پس بنابراین از این روایت که در صحیح بخاری و مسلم هست، این حکم استنباط می شود که اگر زن در حالت پاکی بود، این حکم وجوب برگردنش هست. همانند مردان باید آخرین کاری که در مکه انجام می دهد طواف خانه کعبه باشد. اما اگر در حالت عادت ماهیانه بود، در این صورت بر اون لازم نیست که طواف وداع را انجام بدهد. و این طواف همان گونه که از اسمش مشخص هست، طواف وداع هست، طواف خداحافظی هست. اگر انسانی بالفرض در مکه مکرمه 10 روز، 20 روز، 1 ماه بعد از حج در واقع در مکه مونده باشد، هر وقتی که تصمیم بگیرد که از مکه خارج بشود و زمان پروازش فرا رسیده باشد، در همان زمان باید طواف وداع را انجام بدهد. تفاوتی ندارد که بعد از 1 روز، بعد از 2 روز یا بعد از 1 ماه و 2 ماه از زمان حج باشد. و بالفرض هم تصور بکنیم که یکی طواف افاضه را به تأخیر انداخته بود، در روز اول یعنی در روز نحر و روز عید و روز 11 مثلا طواف افاضه را انجام نداده بود، در روز 12 آخرین روزی که در واقع میخواست از مکه خارج بشود، رفت رمی جمرات را انجام داد و آمد و طواف افاضه را هم انجام داد و بعد از طواف افاضه مستقیما بلا فاصله حرکت کرد و از مکه خارج شد. برای چنین شخصی هم طواف وداع لازم نیست که 2 طواف انجام بدهد، هم طواف افاضه و هم طواف وداع را. برای کسی که طواف افاضه را به تأخیر انداخته و بلا فاصله بعد از طواف افاضه میخواد از مکه خارج بشود، طواف وداع لازم نیست. اما کسانی که در مکه ماندند 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه کمتر و بیشتر در مکه هستند، بعد از این به مجرد این که تصمیم بگیرند که میخواند از مکه خارج بشوند، باید بروند طواف وداع را انجام بدهند و بعد از این در واقع از مکه خارج بشوند. و همچنین اگر یک فردی رفت طواف وداع را انجام داد، اما بعد از طواف وداع در مکه ماند، برای رفت به بازار رفت، برای خرید و برای کارهای دیگری مدتی رو بازم در مکه ماند، برای چنین فردی لازم هست که باید دوباره برود و طواف وداع را انجام بدهد، زیرا که اون طواف آخرین کاری که در مکه انجام داده نیست. منتها اگر کسی مثلا طواف وداع را انجام داد و رفت در هتل و مشغول شد که وسایل خود را جمع بکند، در این صورت لازم نیست که دوباره بر بگردد و طواف وداع را اعاده بکند. اما کسی که طواف وداع را انجام داد و بعد از آن رفت برای خرید و مدت زمانی رو در مکه ماند، این طواف وداعش قبول نیست و باید یک بار دیگر برود و این طواف وداع را در واقع انجام بدهد، زیرا که طواف وداع بنابر توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم و امر ایشان باید آخرین کاری باشد که حاجی در مکه مکرمه انجام میدهد. با طواف وداع در واقع اعمال حج تمام شده و حاجی حجش کاملا پایان یافته و بعد از این میتواند که از شهر مکه خارج بشود و به دیار و سرزمین خودش دوباره باز بگردد. اینها مجموعه ای از احکام و آداب و مسائل حج بود که در این حلقات من خدمت شما بیان کردم. انشاءالله درباره زیارت مسجد النبی هم در برنامه دیگر خدمت شما مطالبی رو عرض خواهم کرد. منتها تا آن زمان تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك
لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوا